تاریخ نشان داده وقت گفتگوها جایش را باز کند مانند صلح بعد از جنگ جهانی دوم نتایج پایدارتر است. با آموزش مهارت‌های ارتباطی و تقویت نهادهای میانجی می شود فرهنگ گفتگو را جایگزین خشونت کرد. اما چرا انسان‌ها کلمات را به جای اسلحه انتخاب نمی‌کنند؟ تاریخ نشان داده که انسان‌ها بیشتر خشونت و اسلحه را نسبت به گفتگو ترجیح دادند. هر کدام از ما با انتخاب کلمات به جای پرخاش در زندگی روزمره می‌توانیم جز از این تغییر باشیم. در نهایت کلمات وقت موثرند که از پشتوانه خرد جمعی و اراده واقعی برای صلح برخوردار باشد و این تنها راه پایدار برای همزیستی مسالمت آمیز است و کوچکترین راهکارها به خاطر حفظ ارزش‌های انسانی و دور ماندن از فرهنگ خشونت عبارت از تدریس اولین قدم‌های کوچک اخلاق در دوره کودکی است که عبارت از حرمت گذاشتن و احترام به دیگران است. آیا به نظرتان جهان در آینده‌های دور به مرحله عالی از اخلاق خواهد رسید که با وجود تفاوت‌ها با هم در عدالت زندگی کنند؟ نظریاتتان میتونید در پایین در کامنت بنویسید. تا برنامه بعدی ما شما هستیم.